تولد پیامبر صلی الله علیه و سلم. ما خود تو را ندیدیم، ما خود تو را ندیدیم، نام خوشت شنیدیم، دین تو برگزیدیم یا مصطفی محمد. آن محمد که احمدش خوانند، نور چشم دو عالمش خوانند. محمد بشر لا کالبشر بل هو کالیاقوت بین الحجر. چه بویی و چه روح و ریحانی و چه پیامی از این اسم عاید ما می شود، به ما می رسد. میم ه میم دال محمد. محمد پرچم سفید دستش بود، پرچم صلح و صفا. و کنتم علی شفا حفرة من النار. به اوس و خزرج داره میگه خداوند فانقذکم منها. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله دا. چه رحمت مهداتی است. نامش همین، فقط نامش برده بشه آرامش بر دل هاست. بوی خون ازش نمیاد. بوی کفر و نفاق و تفرقه و کینه و عقده و دو دستگی و بخل ازش نمیاد. بوی روح و ریحان. گل محمدی چی ازش میگیرن؟ عرقی از گل محمدی میگیرن، همین گل غنچه سرخ رنگ که چشم نواز و دلرباست. وقتی میجوشانند عرقی میچکد که فضا را عطرآگین میکند. اسم اون عرق گلاب هست. از بس که عرق محمد صلی الله علیه وسلم خوشبو بوده، گل محمدی با گلابش رو تشبیه کردن به عرق رسول الله صلی الله علیه وسلم و گفتن گل محمدی. که گلاب در مقابل روح و ریحان و بوی خوش محمد خجالت میکشد. ماه فرو ماند از جمال محمد، سرو نباشد به اعتدال محمد. واقعا ماه فرو ماند از جمال محمد. این محمد کی بود و چی بود؟ بطل الابطال بود. تاریخ مثلش نزاییده، ندیده عاشق شدیم. گله‌دار کدام، مدینه کجا؟ ما خود تو را ندیدیم، نام خوشت شنیدیم، دین تو برگزیدیم یا مصطفی محمد. از آبهن امید شفاعتش را داریم. شاید همین محبت ما دستگیری باشد که روز قیامت دستمان را بگیرد. انا لها انا لها یا رب امتی امتی. در چنین روزهایی در کل ممالک اسلامی مجالسی برپا میکنن، ولی متاسفانه تو این مجالس به گیسو و شکل و قد و قامت و مو و ریش پیامبر صلی الله علیه وسلم میپردازند. این را بدانید که کمالات خلقی پیامبر تحول آفرین نبود، گرچه تحول آفرین بود، کامل ترین شخص بودن و کامل ترین شخصیت بودن. اما چیزی که تحول آفرین بود و انک لعلی خلق عظیم،
اون چیزی که خداوند تعریف و تمجید او کرده، اون اخلاق عظیم تحول عظیم آفرید. تو مراسم مولودخوانی و برزنجی میگوید رنگ چشم محمد اینطور بود صلی الله علیه و سلم، رنگ موی پیامبر اینطور بود صلی الله علیه و سلم، محمد اینطوری به دنیا آمد صلی الله علیه و سلم، بین کتفش این اندازه بود صلی الله علیه و سلم، ریشش سینه هاشو پوشنده بود صلی الله علیه و سلم، رنگ پوستش اینطوری بود صلی الله علیه و سلم. بعدم حلوایی میخورن و بلند میشن که حق پیامبر رو ادا کردیم در ماه ربیع الاول. این حق پیامبره. قبل از بعثتش مشرکین عرب، مخالفینش، معاندینش، این شخصیت رو به 5 تا صفت معرفی کرده بودن: محمد امین، محمد طاهر، محمد صادق، محمد حکیم عاقل، یعنی محمد رحیم مهربان. هر رهبر امت اسلامی در ممالک اسلامی این 5 تا صفت رو داشته باشه، اون پیغمبر گونه است. هر کدوم یکی از این صفت ها رو نداشته باشه، سایر صفت ها رو به هم میزنه، تحت شعاع قرار میدهد. نباید یکی از این صفت ها از مصلح و بزرگ و مرشد و حتی عامه مسلمین، اما این صفات اگر در بزرگان و سیاستمداران و فرماندهان سیاسی و علمی و نظامی و انتظامی و مدیریتی ممالک اسلامی باشد، هیچ قدرتی در مقابل اونها نمیتواند. امروز چیزی که بزرگان ممالک اسلامی کم دارند امانت هست، صداقت هست. محمد امین این لقبی است که دشمنان بهش دادند. از امانت این محمد امین چند درصد ما پیروانش بهره بردیم؟ شما دیدی وقتی که یک مسیحی یا کشیش اسم عیسی مسیح می آورد، کل مسیحایی که نشستن همینطوری میکنند. ولی صلوات ها خیلی بیجانه. البخیل من ذکرت عنده ولم یصلی علیه. اجماعا یک صلوات محمدی غرا قد بفرمایید. صلی علی محمد آل محمد و صحبه سلم. محمد امین، امشب برو خونه به خودت نمره بده، چند درصد سهم تو از امانت محمد شده صلی الله علیه و سلم؟ چند درصد تو بهره بردی از این صفت؟ صفت دوم صداقت، حلقه مفقوده رشد و توسعه و توانمندی و پیشرفت و خاتمه به خیر شدن. صداقت کجاست؟ نماز جنازه رو صداقت خوندن، دفنش کردن. از صداقت محمد صلی الله علیه وسلم چند درصد، چقدر سهم و بهره من و تو شده؟ محمد طاهر، یا محمد، چه چیزی تو رو وادار کرده خدایان ما را و معتقدات ما را در جزیره العرب که از آبا و اجداد به ارث بردیم زیر سوال ببرید؟ کمبود پست و مقام دارید، تو را رئیس مکه میکنیم، ام القرای عرب. کمبود مال داری، یتیم بودی، فقیر بودی،
تو رو جمع میکنیم، مال و اموال تو رو غنی ترین میکنیم. کمبود شهوت دارید، زن دارید، زیباترین و جذابترین و جوانترین و کم سن و سالترین دختران عرب را به تو میدهیم، دست از این کار بکش. درست ما جمال یوسف مثال میزنیم، اما مهر محمد چیزی دیگه هست. جمال یوسف مثال میزنیم علیه السلام، اما مهر محمد صلی الله علیه وسلم یه چیز دیگه است. اشرف رسوله و اشرف اولوالعزم رسوله. جبرائیل هم دست ادب بسته، جای رسیده که جبرائیل نرفته. جبرائیل فقط 7 معراج از 10 تا معراج رفت، 3 تای باقی مانده تنهایی رفت. به سدرة المنتهی و مقام قلم و عرش خدا به تنهایی رفت. با اون همه جمالی که داشت، جوانی که داشت، نه لب به شراب زد، نه اعتنایی به دخترای زیبای مکه کرد. و اولین زنش 25 ساله 40 ساله دوبارم بیوه شده بود. ام المؤمنین خدیجه، ام الاشراف. محمد امین، محمد صادق، محمد طاهر، یکی از سنت هایی که برای طهارت و عفت آورده ازدواجه.